وقتی که در احیا فرآوردم در همونجا باور نمی‌کردم که من همیشه درست میشم. دکترها همیشه بررسی کردن که من درست شده اومدم. بهوجل جلالوی 60 ساله بر ضد کرونا غالب آمد. میگوید که 9 روز با دستگاه سونی نفس‌دهی در شعبه احیا زیر نظارت مدیر شعبه رحیم جان محمود بویف قرار داشت. چند روز در خانه تبابت گرفته از سبب پس نشدن تصفیه بدن به بیمارخانه مراجعت نموده است. طبیبان بیمارخانه رقم 2 جماعت یووه ناحیه باباجان غفورов او را در حالت وزنین قبول نمودند. وضعیتم وضعی بود. از راه نفسم بود. برای همون وضعیتم آنچه وضعی بود. زیر دستگاه بودگیم دکترها در نزدم بودند. بسیار کوشش میکردند که مرا از همین حالت برارم. حاضر نیست، اشتهام نیست، تبام نیست، سلفام نیست. با گفته طبیب بیمارخانه ناحیوی رقم 2 جماعت یووه 2 نفر دختر بیمار بهوجل جلالوه دوام 14 روز در نزد در شعبه احیا منتظر صحت شدن مادر بودند. امروز خاطر فرزندان جمع است، زیرا وضع سلامتی مادر و طبیبان خوب ارزیابی کردند. اکنون حیات و زندگی مادر و فرزندان به حالت مقرر برگشت. هم از پی کار و زندگی خودش است. بهوجل جلالوه در خانه‌اش با شوهرش زندگی می‌کند. در مجموع خاله بهوجل 28 روز در بیمارخانه تبابت گرفته سپس به خانه جواب شده است. رحیم جان محمود بویف مدیر شعبه احیا در صحبت گفت که جلالوه بهوجل با حالت نفس تنگی و نارسایی نفس کشی در شعبه احیا بستری شده بود. روز از روز بهتری شده و از روی همون نشاناتایی که میگن سیرشوی خونی کسلارود خونی ارتری با کسلارود تمام 90% شده. بعد اکستوبات کرده شد. همون نفسی سوی گرفتیم این کس رو با 3 شبانه روز نظارت معاینه کردیم و با بهتری به شیمی درون زمانده از اونجا به خانشان جمع میشه. طبیب اولیوی منطقه جماعت یووه ناحیه باباجان غفورов معطرخان اسکندر و ابراز داشت که عین زمان سلامتی بهوجل جلالوه خوب است و در او علامت‌های بیماری دیده نمی‌شود. حفیظ تاجیبوی و نیز یک از نفران میباشد که کرونا ویروس را شکست داد. او 69 ساله بود. میگوید که باوری به طبیبان تاجیک حالت او را روز از روز بهتر کرد. حفیظ تاجیبوی و سنه 11 می به حالت وزنین و بیمارخانه رقم 2 بستری شده بود. با گفته حفیظ تاجیبوی و هنوز از روزهای اولی تبابت سلامتیش بهتر میشد. اون مدت 7 روز در شعبه امروزی درون تبابت گرفته کاملا صحت گردیده خفی بیماری دور شد. چیزی گویم که همون دشمنی دیده نمیشده که مبارزه بردم. هم تو دستشان به شپریزه بینم من میگم دور جنگنده یه راه کردم مبارزه میبردم. اینها شپریز کردم مبارزه برده سلامتی ما برقرار کردم. سالم کلام باشدم من امیدم کندگیم نه ناامید شدگیم نه هیچ کس نترسن. همه روز از حالت بیمارانی که گرفتار کرونا ویروس و التهاب شش بوده امروز شفا یافتند طبیبان بیمارخانه رقم 2 جماعت یووه و طبیبان طبی اولیوی خبر گرفته برای سلامتی آنها کوشش میکنند. همچنین حفیظ تاجیبوی و پس از رخصتی بیمارخانه 14 روز در خانه به کرانتین فرا گرفته شده است. به گفته طبیب علیشیر اسماعیلوف در نتیجه سری وقت به بیمارخانه مراجعت نمودن نشانه‌های ویروس کووید 19 در یگان نفر از اولیوی حفیظ تاجیبوی و پیدا کرده نشده است. حفیظ تاجیبوی و میگوید که در وقتی به این ویروس گرفتار شدن طبیبان همیشه به نگاه بینی بیماران مشغول گردیده هنگام شبانه روزی نیز 2 مرتبه از حالت بیماران خبر میگرفتند. 4 روز کرانتین شینید گفتم گفتگیشون عمل کردم. 4 روز کرانتین میشته همه گفته های طبیبای اجرا کردم. خدا و شکر حاضر سلامتی نقص کسلو اخیل گپان نیست. آقایل چقیر شده و نمیدارم یک تمام گیرای شده برومدم آمدم خفه نشود گفته. حفیظ تاجیبوی و صاحب 3 فرزند بوده امروز از سلامتیش شکایت ندارد. برای سلامتی اویلش در خانه همه قاعده‌های بهداشت را رعایت میکند. حالا با نبیرگانش در خانه نشسته و قصه های در بیمارخانه بودش را نقل میکند. با گفته این زن 69 ساله اگرچه سن سالش کلان باشد هم دلش به زندگی گرم است. او میگوید انسان چقدر بزرگ شود همانقدر حیات را دوست می‌دارد. با وهم و وهمت داده نشدن نوترسی و تحمل پذیری وی بود که سلامتیش دوباره برقرار شد. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.